رایدر چه سلاحی تونستی واسمون پیدا کنی؟ خیلی خوب رازه، ما اینجا یه چماق داریم واسه داش سعید، یه دسته بیل داریم واسه داش رضا و یه دسته خرم داریم واسه داش جواد. یعنی چی؟ چرا دسته بیلو افتاد به من؟ خیلی خوب الان عوضش میکنم. رضا تو دسته بیلو بده دست سعید، جواد تو هم اون دسته خر رو بده دست رضا. نمیخواد، همون ترکیب قبلی بهتر بود. رایدر خودت چی؟ واسه خودت سلاح ور نداشتی؟ احمق، رهبر گروه که به سلاح نیاز نداره. اون وقت به خاطر چی تو باید رهبر گروه باشی؟ به خاطر تیزبینیم داشت جواد. اسکول من کاملا مشخص تیزبینی. حالا تیزبینیم به کنار، جذبم واسه رهبر گروه بودن کافیه. گو نخور بابا، جذبه تو مگس روحنش بلند. خب بچه‌ها جنوب شهر چجوری باید بریم؟ اینترنت هم کار نمیکنن، نقشه ببینم. والا منم نمیدونم حاجی، من همیشه با مترو میرم. میخوای از این آقای بپرس. داداش شرمنده، جنوب شهر میدونین چجوری باید بریم؟ همینو مستقیم اندازی تو اتوبان. یا نه. میدونی کثیف ترین قبر رو کدوم میوه داره؟ نه، کدوم میوه داره؟ انگور. حالا شما میدونین به دختری که به رضا پا داده چی میگن؟ چی میگن؟ بهش میگن ریدم تو اون سلیقه. ای ولی باحال بود. رایدر برو در صندوقو بزن ببینیم اصلا زاپاس داریم توی صندوق. فکر کنم همین صندوقه. کلغوز در یه صندوقم نمیتونی باز کنی؟ یه دقیقه گو نخور بذار تمرکز کنم.